آقا سلام، خیلی مخلصم. امروز خواستیم یه موتور جانسون 35 رو باز کنیم. گفتم باهاتون به اشتراک بذارم. ببینید ما برای باز کردن موتور این پیچایی که دارم اشاره میکنم همشون باید باز بشه. پیچای زیر موتور بهش میگن. این بالا یه دونه مهره داره، این مهره هم باید همراه همون پیچا باز میشه. به سمت چپ باز پایین دو تا پیچ داره، اون پایین یه دونه مهره قسمت بالا پشت همون رابط گاز. الان ببینیم قشنگ با هم بریم، به زور دیده میشه. الان رابط گاز که مزاحمه برای باز کردن این پیچ، این باید باز بشه. رابط گاز هم میتونید قسمت بالا رو، الان من یه لحظه ببینید این دو تا پیچ دو سو رو باز میکنیم، قشنگ در میاد دیگه. این فنر از جاش باید بکنیم. خب ما اینا رو در آوردیم، پیچا رو باز کردیم، فنر هم در آوردیم، رابط گاز کامل میاد بیرون دیگه. پشتش همون مهره که باید باز بشه قشنگ نمایانه. برای باز کردن این پیچ و مهره یه سری ابزار ممکنه شما خودتون باید بسازین دیگه، یعنی پیچاش بچاییه. کلا جانسون 35 هم پیچاش نمرهایی که میخوره فرق داره، هم جاهای بدی است، خیلی اذیت میبره زمان. این مهره باید باز بشه. خب ما پیچای زیر رو کامل باز کردیم، زیر موتور رو باز کردیم، این انجین رو کامل میخوایم بیاریم بالا. شما هر چیزی که مزاحمه رو باید بکنین از دور ور موتور. مثلا همین سیم خاموش کن که یه سیم مشکیش رفته به بدن اون باید باز بشه، اون سیم سفیدش هم دوباره باید باز بشه که برای بالا آوردن انجین مزاحمت ایجاد نکنه. باز شیلنگ بنزین، ورودی بنزین، اینا باید همشون باز بشن. هر چی تو دور و بر موتور هست باز باید بشه که انجین رو بتونیم بیاریم بالا. مثل همین شیلنگ اوتلت خروجی واتر پمپ. خب بعد اینکه این کار رو انجام دادیم، توسط یه میله از جلو و عقب موتور یه تقه میزنیم، حالا یه اهرامی میکنیم که موتور انجین یا همون نیم موتور بالا یه تکونی به خودش بده. بعد با دو تا دستمون، باید دو نفری یا یه نفری، انجین رو باید بگیریم بکشیم سمت بالا. بله اینجوری در میاد انجین، میذاریمش روی زمین، یا اگر استندی ساخته باشین روی استند میتونیم بذارین. به این صورت اینم نیم موتور کامل جانسون 35 که میره برای باز کردن. ابتدا هندلش رو باز میکنی، سه تا پیچ داره، هندل رو باز میکنی، هندل رو در میاری. فلای ویل باید باز بشه. ببینید فلای ویل حتما باید باز بشه برای تیکه کردن موتور. بعد مهرش رو باز میکنیم، مهره فلای ویل رو. اینجا نیاز به یه ابزار داریم، ابزار بوشکش. سه تا پیچ میخوره دوره همون چیز. بعد توسط همین ابزاری که خودمون درست کردیم شما میتونید درست کنید، به راحتی فلای ویل رو میکشین سمت بالا. این هم از فلای ویل که اومد. حالا صفحه برق رو باید باز کنیم. ببینید من به یه جاهای اشاره میکنم، شما فقط همون پیچا رو باید باز کنید. یه سری پیچای 4 سو دور صفحه برق هست، اینا همشون باید باز بشه. اینا رو یک یک باید بازشون بکنیم. پیچای هر قسمت رو سعی کنید توی پاکتی یا چیزی بذارین که بعداً بتونید قشنگ سر جای خودش ببندین. خب این صفحه برق باز پایینش یه صفحه دیگه داره، اون هم باید باز بشه. اون پیچای دو سو رو اگر میبینید 4 تا پیچ دو سو زیر داره، اونا رو هم باید باز بکنیم. صفحه زیرین صفحه برق هم باید باز بشه. یعنی کل این مجموعه از روی انجین باید جدا بشه، چون قراره همون وسط رو دو تیکه بکنیم. اینجا یه علامت میذاریم که بعدا خواستین اگر ببندین شما رو گمراه نکنه. همون جور که باز کردیم باید ببندیم. خب اینم پیچ آخری بود که باز کردیم. این میاد بیرون، صفحه زیرش هم باز، صفحه تریگر.
خب این موتور الان آماده. این شمعش هم باز میکنیم که بتونیم موتور رو بخوابونیم روی سرسیلندر که بتونیم تو قسمت بالایی کار انجام بدیم. محفظه بالای میلنگ رو میخوایم باز کنیم، یعنی موتور از وسط باید نصف بشه. برای این کار یه سری پیچ داریم زیر اینا باید باز بشه. قبل از اون باید یه سری پیچ بالاترش داریم، یه محفظه بالاترش هم باز داریم، اونم باید باز بشه. بعدش هم که دیگه روش کاربوراتور سوار میشه، یعنی شما از اول باید کاربوراتور رو باز کنین، کاربوراتور رو در بیارین، زیرش یه سری پیچ داره، اینا که الان دارم نشون میدم، اینا باید باز بشه. الان کاربوراتور رو براتون در میاریم. پیچاش خیلی بدجاست، بازبستش یکم سخت نسبت به موتورهای دیگه. خب زیر کاربرات اون محفظه سوپاپ بنزین است، اینو باید باز بکنیم. این پیچایی که الان براتون اشاره میکنم چند تا پیچ و مهره داره. این مهره باید باز بشه، پیچ مهره، اون پیچ و دو سو هم حتما باید باز بشه. اینا رو باز میکنیم که اون صفحه قشنگ بیاد بالا. شیلنگ تنفس هم باید بکنیم که مزاحم کار نشه. خب ما محفظه سوپاپ بنزین رو باز کردیم، این الان در اومد. بعد اون پیچ چهارسور هم شما باید باز بکنید که سوپاپ بنزین کامل، همین پیچ چهارسور رو باید باز کنید سوپاپ بنزین کامل بیاد بالا، چون زیرش باز دو تا پیچ دیگه داریم که اونم محفظه اصلی میلنگ رو سفت میکنه. ببینید از بالا اون یه جفت هم وسط، یه جفت هم پایین، 6 تا پیچ اصلی داره، دورش هم یه سری پیچای ریز داره. همه اینا رو باید شما باز بکنید. باز تو قسمت زیرین هم یه سری پیچ داره، من الان براتون نشون میدم. اون سه گوشیه که هست که به میلنگ وصله، من یه دونشو میذارم اون پایین که میلنگ تو خود موتور، تو خود چیز محفظه پایینی بمونه. خب محفظه بالا رو در آوردیم، موتور آماده است که شاتوناشو باز کنیم، میلنگ رو در بیاریم. کپه های شاتون رو باز میکنیم. فقط حواستون باشه که هر کپه‌ای روی شاتون خودش بعدم بسته بشه. بعد برعکس هم نمیتونیم ببندین، دقیقا همون جوری که باز کردین همون جوری هم باید ببندین. این رول بورینگ های این موتور هم ساچمه ایه، حواستون باشه وقتی دارین بازش میکنین نیفته داخل موتور. 16 تا ساچمه میخوره، آخر سر باید بشمارید 16 تا ساچمه از داخل این موتور باید شما تحویل گرفته باشین. موتور رو برمیگردونیم سمت بالا که قشنگ بریزه رو دستمون ساچمه ها. بله این کار رو انجام دادیم، ساچمه ها داره میریزه رو دستمون. باید آخر سر بشماریم که 16 عدد ساچمه از هر شاتون ما آورده باشیم بیرون. یعنی درسته برای هر شاتونی ما 16 عدد ساچمه داریم.